با سلام، برنامه دیگر از زیر آسمان پاریس و این هفته دو گزارش. نسرین ستوده که احتیاج به معرفی نیست و حتی اشاره به کارها و تلاشهاش، اما در پاریس از چند هفته پیش چندین کمیته ضد سرکوب، انجمن هواداران جمهوری و کمیته دفاع از حقوق بشر و شخصیت‌های فردی و مستقل با تفکرات سیاسی مستقل در یک آرمان گرد هم جمع شدند و اون یاری و همبستگی با نسرین ستوده و تلاش هاست. در چند هفته گذشته از اولینش که آقای دکتر لاهیجی و بسیاری از شخصیت‌های دیگر حاضر بودند، گزارشات متفاوتی رو تهیه کردم و از جمله یکشنبه گذشته که سناتور گتلون، شخصیت معتبر سیاسی و فرهنگی، هم به این جمع پیوست. مجموعه این گزارش‌ها رو خواهید شنید در یک نگاه و یک هدف: یاری رساندن به نسرین ستوده. حق کار، حق دگراندیشان. از تلاش‌های شهروندی نسرین ستوده و یارانش پشتیبانی کنید. حکومت‌های دیکتاتور کسانی را که اندیشهشان با آنها متفاوت است از زندگی، تحصیل و کار محروم می‌سازند و ما می‌گوییم حق کار، حق دگراندیشان است. نسرین ستوده، حقوقدان، عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران، وکیل مدافع بسیاری از زندانیان سیاسی عقیدتی، برنده جایزه‌های حقوق بشر سازمان ملل و ساخاروف پارلمان اروپا در سالهای 2008 و 2012 میباشد. او به اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی کشور چند سال در زندان به سر برد و در این مدت بارها در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذا زد. با دخالت وزارت اطلاعات، کانون وکلای ایران طی حکمی به تاریخ 26 مهر 1393 نسرین ستوده را برای 3 سال از دخالت محروم کرد. ما با نسرین ستوده و همه شهروندان آزاده‌ای که در ایران از حق کار و تحصیل دگراندیشان دفاع می‌کنند همراه و همصدا هستیم. ما همه توان خود را به کار خواهیم برد تا افکار عمومی جهان از مبارزه مدنی او و دیگر شهروندان ایرانی آگاه شوند. ما از افراد، نهادهای مدنی، حقوق بشری و سیاسی در همه کشورها دعوت می‌کنیم به کارزار پشتیبانی از نسرین ستوده و حق دگراندیشان بپیوندند. از چندین هفته قبل اینجا در کنار چشمه سن میشل هر یکشنبه تجمعی برای همبستگی با نسرین ستوده و یارانش برگزار می شود. هر یکشنبه وفاداران و آرمانخواهان آزادی اینجا می آیند تا بگویند ایران و ایرانی چه خواسته و چه می خواهد. نسرین ستوده و یارانش ایرانی هستند و حقوق اولیه خود را طلب می کنند. می شود دگراندیش بود، اما حکومت ها بایستی حقوق و حفظ خواسته های آنها را متحد شوند. در برابر چشمه میدان سن میشل قبل از سخنرانی ها عکس ها سخن می‌گویند. ما اینجا جمع شدیم برای ابراز همبستگی خودمون با نسرین ستوده و همراهانش، یارانش، که در اعتراض به محروم شدن نسرین ستوده و دیگراندیشان در ایران از حق کار و حق تحصیل در ایران روزهای کاری در برابر کانون وکلا گرد میان. ما در کادر شبکه همبستگی در شهرهای مختلف مثل پاریس، دورتموند، ونکوور، شیکاگو، نیویورک در روزهایی که نسرین و یارانش در برابر کانون وکلا جمع میشن
جمع خواهیم شد و تا وقتی که نسرین بتونه به حق خودش برسه و به ویژه این مسئله رو که دگراندیشان حق کار دارن، حق تحصیل دارن، حق زندگی دارن و در ایران همه شهروندان باید از حقوق برابر برخوردار باشن، امیدواریم که بتونیم این همبستگیمون رو ادامه بدیم. عنوانی که نسرین ستوده برای تحصنش جلوی کانون وکلای دادگستری ایران در تهران انتخاب کرده عنوانی گویا و به این معنا که در جمهوری اسلامی دگراندیشان اگر هم حق زندگی داشته باشن، این زندگی یک زندگی سمبولیکه. مورد خود نسرین ستوده، وقتی اینجا من هفته گذشته ژنو بودم در شورای حقوق بشر سازمان ملل، وقتی صحبت میکردم راجع به نسرین ستوده، راجع به عبدالفتاح سلطانی، راجع به محمد سیفزاده، دو تا دیگه از همکاران ما وکلای دادگستری که در زندان هستند که اینها به حبس‌های جنایی محکوم شدن، 6 سال حبس، 9 سال حبس، 7 سال حبس، فقط و فقط به خاطر اینکه به طور رایگان از زندانیان سیاسی و عقیدتی دفاع کردن. توی جلسه شاید 40-50 تا سفیر، اعضای هیئت‌های نمایندگی کشور خارجی واقعا در موقع تنفس با هم میگفتن ما هم چیزی اصلا فکر نمی‌کردیم در دنیا وجود داشته باشه که یک وکیل دادگستری رو به خاطر دفاع از متهم، حالا اون متهم هر اتهامی داشته باشه، به حبس‌های طولانی مدت محکوم کنن. اما به این هم بسنده نمی‌کنن. بعد وکیل دادگستری رو از زندگی هم میخوان ساقط کنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی به کانون وکلا فشار میارن، اونم کانون وکلایی که دیگه کانون وکلای مستقل نیست، یعنی اون کانون وکلایی که قانون استقلالش در زمان دکتر مصدق گذشته بود و در تمام دوران گذشته مستقل بود، دیگه الان مستقل نیست. زندانی سیاسی، زندانی عقیدتی، تمام اون کسانی که در آن حال مذهبی غیر از مذهب جمهوری اسلامی دارن یا مذهب ندارن، عقیده سیاسی دیگه غیر از ایدئولوژی ولایت فقیه دارن، شیوه دیگه زندگی غیر از شیوهی که جمهوری اسلامی برای اونها انتخاب کرده و برای اونها به اونها تلقین میکنه دارن، اونها در معرض یک همچین سرنوشتی هستن که سر کارشون با دادگاه‌های انقلاب بیفته، به حبس‌های طویل المدت محکوم بشن و بعد هم طوری شرایط زندگی رو برای اونها سخت بکنن یا ناگزیر از ترک ایران بشن و یا همچنین گفتن روز به روز متاسفانه درگیر انواع و اقسام مشقت‌ها. Voilà, ça c'était le message en français. حالا به فارسی میخواستم بگم که ما اینجا هستیم که همراه با نسرین ستوده و همراه با تمام زندانیانی که در زندانهای سیاسی جمهوری اسلامی مقاومت میکنن در زیر شکنجه و برای آزادی میجنگن، همراه با اونها بگیم نه به سرکوب و بله به آزادی ها. فکر میکنیم که مبارزه نسرین ستوده و یارانش در حقیقت نمادی هست از مقاومت همه ملت ایران در برابر رژیمی که هیچ آزادی رو بر نمیتابه. امروز بودن ما در اینجا فقط و فقط معناش نه به سرکوب و بله به آزادی است. امیدواریم خانم ستوده در مبارزه خودش پیگیر باشه و امیدواریم که دیگرانی مثل عبدالفتاح سلطانی که در زندان هست، که وکیل زندانیان بوده و در زندان هست، بتونن از زندان بیرون بیان و به دفاع از باقی زندانیان سیاسی بپردازن. امیدواریم که ملت ایران با آزادی‌های در حق خودش برسه. دوستان عزیز، از روز شنبه 29 مهر هر روز خانمی از گوشه خیابان به جلو حرکت میکنه تا به مقابل دفتر کانون وکلای ایران برسه، برای بیان یکی از ابتدایی ترین و جهان شمول ترین حقوق بشر
حق کار. اون چه من گفتم افسانه است، خیال، واقعیت نیست. میبایست واقعیت به این صورت اتفاق افتاده باشه، اما در واقع در جمهوری اسلامی واقعیت بر تخیل و تصور سبقت می‌کنه. هیچ وقت این رفت آمد به آرامی صورت نمی‌گیره. هیچ وقت روندگان و آیندگان با چشم‌های کنجکاو بیشتری به این حرکت تنهای یک زن نگاه نمی‌کنند. یک همدردی و همبستگی با کسی که به قول یکی از شرکت کنندگان حضورش همچون حضور یک فرشته هست، حکایت از ترک برداشتن فضای استبداد تام میکنه که بر جامعه ایران مستولی است. Je suis André Catolin, je suis sénateur des Hauts-de-Seine et je me trouve aujourd'hui, dimanche après-midi, à manifester من ici. سناتور آندره گاتلون و در این عصر یکشنبه در غرب پاریس با فاصله کمی از کاخ سنا اینجا هستم تا شریک تظاهرات باشم، تا جانبدار و همراه کار و راه نسرین ستوده باشم، تا آزادی و حقوق فردی در ایران فراهم شود، تا بار دیگر او که وکلای زندانیان بود بتواند حرفه خود را از سر بگیرد. من سالهای سال است که مدافع حقوق انسانی بودم. اینجا هستم تا فرانسه تماما در کنار تلاشگران آزادی باشد. Il y a quelque temps, il y a eu des voyages des sénateurs, même des députés en Iran. آقای سناتور، چندی پیش چند سناتور و همینطور چند نماینده مجلس هم به ایران رفتند. فکر نمی کنید با حضور در برابر مقامات در داخل ایران بشود قدری بیشتر از حکومت متوقع بود؟ بله، فکر می کنم در کنار سیاست‌های مستقیم در دموکراسی مجلس هم باید فعال بود و نمایندگان وظیفه دارند چشم بسته به فعالیت نپردازند. من با چنین سفرها و گفتگوهای موافقم، با این وسواس که در سفرشان تحت تأثیر حکومت‌ها قرار نگیرند و نوعی تضمین و وجهه به شمار نیایند. et se fassent séduire et deviennent des cautions ou des crédits par rapport à celle-ci. Je ne sais pas, ma dernière question, si c'est vraiment logique, mais est-ce que votre présence est là? آقای سناتور، نمیدانم پرسش آخرم تا چه حد منطقی است. آیا حضور شما اینجا به این معناست که سناتورهای غایب با شما موافق نیستند؟ خوشبختانه نه. میدانید که سناتورها در تعطیلات پایان هفته به سر میبرند و ناچارند به شهرهای خود بروند و در کنار مردم باشند. محل کار من بسیار به اینجا نزدیک است و اگر سناتورها را اغلب غایب میبینید، دلیل مشغله و انجام کارهای اولیه‌شان است. و حالا طرح یک پرسش با جمعی از حاضران اینجا در پاریس. فاصله شما با نسرین ستوده چقدر است؟ ببینید، خانم ستوده در ایران هر روز دارن یه اعتراضی میکنن که از مسئله شخصی خودشون شروع میشه ولی تعمیم پیدا میکنه به تمام کسانی که اسمشون رو در ایران گذاشتن دگراندیش. یعنی چی؟ یعنی کسانی که میخوان که برخلاف در واقع اون اندیشه‌ای که داره میگه هر کی مثل من فکر نمیکنه بده و دشمن منه، میخوان برخلاف این فکر بکنن. میخوان که نگاهشون به در واقع تمام زوایای فکری آدم‌های مختلف در ایران به سمتشون باز باشه و به زوایای فکری متفاوتی که خارج از ایران وجود داره. بنابراین این طیف بسیار گسترده‌ای که حالا زیر اسم دگراندیش قرار میگیرن، خانم ستوده با این در واقع اعتراض خیلی ساکت محترم مدنیشون در واقع میان یادآوری میکنن که چرا اگر که اینا مثل
ذهنیت در واقع منبع قدرت در ایران فکر نمی‌کنن، چرا باید از حق کار محروم بشن؟ خب طبیعتا من به عنوان یه آدمی که توی ایران به دلیل اینکه باهایی هستم و به این دلیل در واقع جزو اون طیف دگراندیش قرار میگیرم و از کار محروم شدم و ممنوع شدم، خب طبیعتا احساس نزدیکی میکنم با کسی که میاد و میخواد از حقوق دگراندیشان دفاع بکنه، ولی باز بیشتر احساس نزدیکی میکنم به دلیل اینکه من ایرانی هستم و این در واقع ایرانی بودنم باعث میشه فقط یه دقیقه سرمو برگردونم تو همین میدون نگاه کنم ببینم همه ایرانیایی که اینجا هستن و دارن این عمل اعتراضی رو تایید میکنن چرا اینجان، که خب باز خودش دلیلش اینه که چون دگراندیش بودن با هر اسمی که و با هر باوری که دارن. بنابراین فکر میکنم خیلی به ایشون ما نزدیکیم و کمترین کاری که میتونیم بکنیم که خیلی کار نمادینی هم هست اینه که توی کشور خیلی آزاد مثل فرانسه فقط بیایم و بگیم که ما هم همدردیم با اون کسانی که خانم ستوده دارن ازشون دفاع میکنن و حمایت میکنیم. هم خیلی دور و خیلی نزدیک، 5000 کیلومتر فاصله، ولی از لحاظ عاطفی، روحی و اخلاقی خیلی نزدیک به ایشون، با اینکه حرفشون با من فرق میکنه، ولی به هر صورت این پایداری و استقامت و این پویایی که داره نسرین ستوده توی خواستش که کاملا هم به حقه، یعنی حق کار و حق دگراندیشی، بایستی کنار ایشون بود به هر ترتیبی که از دستمون بر بیاد. اگه بخوام تو یه جمله بگم، واقعا فاصله ساعتی ما و من با خانم ستوده 3.5 ساعت، فاصله فضاییمون 5 ساعت با هواپیما، فاصله قلبی من با خانم ستوده 0. به واقع احترامی که من برای زنانی مثل خانم ستوده دارم که در اونجا می جنگن، من هر کاری که میتونم اینجا میکنم برای اینکه این استقامت و ارجی رو که میباید براش بذاریم. فقط همینه. صحبتی که خانم ستوده در اونجا میکنه در واقع فقط صحبت شهروندی است و نه چیز دیگری، یعنی ابتدایی ترین چیزی که یک شهروند ایرانی میباید داشته باشه و به زودی فاصله زمانی و مکانی من با خانم ستوده خیلی کوتاه خواهد بود، برای اینکه به زودی من در کنار ایشون در ایران خواهم بود یا در اوین و مطمئنم که ایشون از بنده دفاع خواهند کرد. فاصله من با قلبی من با ستوده های ایران 0، هیچه. الان چند هفته‌ای هستش که ما اینجا جمع میشیم دوره هم برای اینکه از نسرین ستوده و سایر دگراندیشان دفاع بکنیم، برای اینکه بتونن حق کار خودشون که جزو حقوق بنیادیشونه به دست بیارن دوباره. اما واقعیت اینه که همزمان در ایران اتفاقی داره میفته که بیش از نیمی از جمعیت ایران، یعنی زنان، دارن دچار محدودیت در اشتغال میشن. همین هفته پیش وقتی که ما مشغول مذاکرات هسته‌ای بودیم، آزمون استخدام دولتی، سازمان‌های دولتی، دفترچه آزمون استخدامی منتشر شد و در واقع اونجا زن‌ها کمتر از 1/3 جایگاه‌های شغلی رو داشتن. همینطوری این در کنار این قرار میگیره که زنان از دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری دارن محدودتر میشن و در واقع کل حکومت و کل نظام داره زنان رو تبدیل میکنه به کسایی که هیچ انتخاب دیگری جز خونه موندن، جز ازدواج کردن و جز بچه داشتن ندارن. آیا این موضوع شما رو امروز فقط به تعجب میندازه یا چندین دهه گذشته شما رو به تعجب انداخته بود؟ البته که یه چیزی مثل سهمیه بندی توی دانشگاه‌ها دیگه انگار ما رو شوکه نمی‌کنه، به خاطر اینکه از بعد به وجود اومدن جمهوری اسلامی بعضی رشته‌ها برای زنان ممنوع شد و بعضی هم برای مردا و همینطوری بیشتر هم شده. اما این بار اولین باره که یه دولتی که اومده قول اینو داده که وزیر زنان داشته باشه، قول اینو داده که زنان جایگاه خودشون رو به دست بیارن، رسما توی آزمون استخدامش در سازمان‌های دولتی داره تبعیض جنسیتی اعمال می‌کنه. اونقدر شدید بود که حتی خود دولتی‌ها هم صداشون بلند شد. در پایان این گزارش شاید ذکر این جمله هم ضروری باشه به پیشنهاد یکی از شرکت کنندگان که میگفت هر ایرانی در هر جای جهان هر روز صبح باید یک بار نام نسرین ستوده رو با صدای بلند آواز بدهد.